بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت نمودند که پیغمبر فرمودند: هیچ زن شوهرش را در دنیا آزار و اذیت نمیدهد مگر اینکه زن جنتی او از حورالعین میگویند: ای زن، این را یعنی شوهرت را آزار نده، خدا هلاکت کند، بیشک این نزد تو مهمان است، زود است که تو را ترک نموده نزد ما خواهد آمد. سنن ترمذی 1174. حدیث حسن. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت نمودند که حضرت فرمودند: اگر نفری را امر میکردم که دیگری را سجده کند، حتما زنان را امر میکردم که شوهرش را سجده نماید. سنن ترمذی 1159. حدیث حسن. در این حدیث بیان است که حق شوهر بالای زن زیاد بوده اهمیت بزرگی را دارد، اما شوهرها نیز نباید که مغرور شوند و حقوق زنان خویش را پایمال کنند، بلکه چنانه که مردها دوست می‌دارند که زنها آنها را احترام نموده مهربانی کنند، زنها نیز دوست می‌دارند که شوهرها نیز آنها را دوست داشته مهربانی نمایند و حقوقشان را پایمال نکنند. از ابی علی طلقه ابن علی رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر مرد همسرش را صدا زند به خاطر حاجتش، پس زن نزد اگرچه نزد تنور هنگام نان بستن هم باشد نزد شوهرش حاضر شود. سنن ترمذی 1160. حدیث حسن. در حدیث دیگری آمده است که ام سلمه خدا از او راضی باد میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: کدام زنی از دنیا گذرد و شوهرش از او راضی باشد، آن زن داخل جنت می شود. سنن ترمذی 1161. حدیث حسن. در حدیث دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هنگامی که مرد همسرش را به جایگاه خواب دعوت نماید و زن حاضر نشود و مرد غضبناک شده خواب کند، ملائکه ها تا هنگام صبح آن زن را لعنت میکنند. صحیح مسلم 1436، بخاری 3237.